مکن تو می سرا دگنیا، مکن تو می سرا دگنیا، همین چو بس زمانک چو شورو که می سرا کبته. مکن تو می سرا دگنیا، همین چو بس زمانک چو شورو که می سرا کبته. پزور آکی ای چار رو چی سری گوبته. هزار اوهن چوشیم بهتا که می بهتند، هزار اوهن چوشیم بهتا که می بهتند، چه بندر چه هما بونگی اجتماعیاتن نوش ما. هزار اوهن چوشیم بهتا که می بهتند، چه بندر چه هما بونگی اجتماعیاتن نوش ما. بچار دگنیا چه پیمایی زمانک ود پمی بهتا درشیدن تا. بچار دگنیا چه پیمایی زمانک ود پمی بهتا درشیدن تان، پر نیمونند که مانگیشی گمی بهتا. بگوش شاباش سرحمینی وتی سرکبتی مهمانا. بگوش شاباش سرحمینی وتی سرکبتی مهمانا، مچار می راه و روح بستگ، مچار گد گدن می پادان، تیب لجیا شاباش. همی پیما بتا چینی وتی بورا. منتون دوستان عزیز، من ضمن اینکه سلام و خسته نباشید، من اول هر جا لازم باشه فارسی صحبت میکنم و من احساسات واقعیم رو در واقع به زبان بلوچی میگم. این ناخودآگاه اصلا پیش میاد که اینجوری اتفاق میفته. با یک دوستی که من دارم اغلب میخوام خیلی دیگه بگم آقا اینجوریه، بلوچی میگم، اصلا سیستماتیک. خیلی خوشحالم در واقع و با این گفته شروع میکنم. تو هم بگو دوستت دارم، رهایم کن از این جنگ تحمیلی. اینجا احساس خوبی چرا دارم؟ اینی که من آقای دشتیاری رو میبینم. استاد دشتیاری آدم خیلی برای ما ارزشمند و بزرگی است، چرا که ما هممون وام داریم که ایشون با این قصه‌ای که این قوم داره در واقع هم از لحاظ قومیت و مردم و هم از لحاظ سیستم، باز هم تاباوری ایشون، تحمل ایشون و حفظ یک نکته که هدف. با آقای میرجان دیدم که صحبت میکنه و مجری هستم، بسیار خوشحال شدم، بسیار احساس خوبی پیدا، احساس خوشایندی به من دست داد و این جلسه رو خودمونی دیدم و میارجل اومده این کارو بکنه و موفق عمل کرده تا حالا، با توجه به اینکه نقصایی هم تو کارش داشته که اونام باید مطرح بشه. این آدما میترسن، مردم اینجا در واقع ترس دارن، یعنی یه ترسی که مال ما هم نیست اما هست. آقا تو وجود من یه ترسی هست، نباید باشه. اصلا من اینجا سرزمین منه، زادگاه منه، پدر مادر همه هستن، قبرهای ما اینجا هستن، مردگان ما نسل در نسل اینجا به هر حال هستن. یعنی این که ما سند داریم دیگه قصه رو. من یک ایرانی هستم. آره اخیراً با التهابی که پیش اومده بود توی رسانه ملی، حالا یه قومی رو نادیده بگیرن بگن مثلا غیر ایرانی، خب خیلی حرکت زشتیه، حرف زشتیه و این اتفاق افتاده بود. اما در واقع ما نمیدونیم کجا بریم که این اتصال صورت بگیره بین آقا ایران کشور و بلوچستان و میارجل. احساس میکنم این رو قشنگ میتونه انجام بده. نوشته پایگاه اطلاع رسانی میارجل، صدای فعالین فرهنگی اجتماعی اقتصادی بلوچستان. این تیتر چیزیه، یعنی خیلی نو هست، خیلی صدای فعالین فرهنگی اجتماعی بلوچستان. ما نداشتیم مثلا همچین چیزی. تا گفتن صدای بلوچه، صدای فلانه، خفه شده یا اصلا شنیده نشده. ما به این عادتیم. اگر این رفتار بشه با ما این عادتیم. اما بگن صدای شما شنیده میشه، دنیا میشنون، نمیدونم فلان، ما به این عادت نکردیم. ببخشید ما رو، یعنی نبوده، نشنیدیم. اگر دست پامون رو گم میکنیم، حالا خواهر ما عرض کردن گفت پخش میشه، گفت میترسم. ما ترس داریم هنوز از گفتن آنچه که بر ما میگذرد. در واقع خب چرا باید بترسیم؟ اینجا هوا گرمه، خب گرمه دیگه، من چیکار کنم؟
یعنی اینکه من دستمال بردارم خجالت میکشم، نمیتونم بگم گرمه. خب اوضاع زندگی من اوضاع مرتبی نیست، حال من بده، التهاب دارم و ما تو این التهاب ها زیست کردیم و بزرگ شدیم. ما یه فیلم بازی کردیم، حالا داستان شد. آقا ما نمیدونیم، ما اشراریم یا هنرمندیم. این اتفاق برای شخص من افتاده، مستند، هم از لحاظ مردم هم از لحاظ مثلا سیستم یک جور رفت. حالا ما یه عمر ما رو نذاشتن، یه بار میذارم ما بدبینیم به این ماجرا دیگه. چرا گذاشتن اینا رو؟ اینا سفارش شده، کدوم قصه هستن، کدوم منطق؟ بابا نیستیم، ما پیگیر نبودیم. حالا یه زمانی آقا توی قصه هایی بودیم، الان نیستیم. خود میارجل اومده به میارجل بدبین شدن اول. آقا از طرف کی چیکار میخواد بکنه حالا؟ خب چون ما عادت نکردیم ما رو تحویل بگیرن، صدا ما رو بشنون، به ما ارزش بذارن. اگر امروز حال بچه‌ها خوبه اینجا نشستن، حال اساتید، بابت اینه که ارزش بهشون گذاشتن. انسان‌ها با احساس ارزش میتونن زندگی کنن، نفس بکشن. بدون غذا میتونن، ولی بدون احساس ارزش هرگز زندگی ممکن نیست. انسان‌ها میخوان که یکی بیاد معیار جلی کنه اگر اونا قهر کردن، اگر اونا نمیدونم یک اتفاقی توی این قوم افتاد، اگر مهمانی اومد در واقع. و من خوشحالم و این حرکت بسیار زیبایی است، بسیار پسندیده. من خودم هم حالا دوستان من اینجا تشکر خاص و ویژه از همکار حالا دوستان بکنم، آقای یاسین عزیز و همسر گرامیشون، که اینا من میبینم چقدر داوطلبانه خداییش. حالا اغلب مردم یه جورایی حالا برچسبای ما میزنن برای چی و برای کی و چه جوری و چی میرسه. همه ما برچسب خواهیم خورد و میخوریم و خوردیم تا الان، اما اشکال نداره، چون این باید جا بیفته. این رسانه، این زبان دیگه. و وقتی من رسانه ندارم چی میخوام بگم؟ به جهان چی مخابره کنم؟ رسانه یعنی لباس من، رسانه یعنی زبان من، رسانه یعنی مادر من، به خود همه چی رسانه است. من اینجا محکومم یک آبی هستم، راکت، و هرچی هم. اصلا این ما رو گول زده. ما با دنیا ارتباط نداشتیم، ما گول خوردیم. دنیا رشد کرد، پیشرفت کرد و ما چون هم محدود موندیم میگیم ما اینیم، ما قوی و قدرتمند. بابا نیستی، خیلی جاها نیستی، مشکل داری تو. آینه است، نگاه کن خودتو. و بعد ما چون اون توهم رو داریم، خود رشد هم نمی کنیم دیگه مسلما، چون جهان رو ندیدیم و جهان رو میبینیم، داستان خودمون میبازیم. این چیه؟ ولی اگر رسانه داشتیم، این رابطه برقرار بود که هست. حالا جدیدن خیلی خوشحال این دوستان همه نخبن اینجا نشستن و شما نیاز معرفی هم ندارن، واقعا همدیگه رو خوب میشناسیم. ولی نخبه های این قوم در واقع همین دوستانن، از زبان دغدغه‌مند، یعنی هر جا خودشون میرسونن. و انتخاب خوبیه و من به این سیاست و این اگر که به همین شکل پیش بره خیلی خوشبینم. و خودم به عنوان شخصی که حالا تو اجتماع هستم، به عنوان یک هنرمند و ببخشید شاعر، چون ما رو هیچ کی چیز نمیکنه دیگه. پیش شاعران میگیم بابا شما چیز هنرمندید، حالا همون کارو بکن، بهتر به شاعری دستکاری نکن. نه تو این فاز میریم اونجا میگه ها رفتی شاعر شدی و دیگه برو همونجا. حالا ما دوستان هست هم هنرمند هم شاعر موندیم تو این قصه. من هویتم چیه قصه؟ آقا من زیاد صحبت کردم فکر میکنم، از وقتم هم بیشتر، و خیلی از این دعوت شما هم سپاسگزارم و بابت این احساس خوب که با من به اشتراک گذاشته شد. ممنونم.